درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراسته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراسته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد. این دوره مصادف است با بزرگداشت تاریخ شاهنشاهی ایران، چون که تاریخ این نژاد آریایی از 2500 سالی که جشن آن را انقدر خواهیم گرفت قدیمی‌تر است و تاریخ مدون این مملکت شاید بیش از 3000 سال باشد و تاریخ فرهنگ و هنر ما بیش از 7000 سال. چطور یک همچین ملت کهنیم با البته نشیب و فرازها در دنیایی که هر موقع آن، هر فصل آن دنیای متلاطم، دنیایی که دیدیم مللی ظهور کردند و بعضی ها نابود شدند، چطور دوام آورده است مطلبی است مفصل. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. همه به ایران فکر میکنیم.